قیمت دلار آمریکا از 138,000 تومان گذشت. خدا خودش کمک کنه. آقای وفایی چیکار داره؟ الو سلام آقای وفایی. سلامت باشی، چه خوبی؟ چه تعدیل نیروی آقای وفایی؟ یعنی هفت فردا نباید بیم سر کار؟ آقای وفایی دم عیده. آقای وفایی من نیاز دارم به این حقوق. من گرفتارم، زن و بچه دارم، اجاره خونه دارم آقای وفایی. الو الو. بابا نمیخوای شهریه مدرسه رو بدی؟ امروز سلام کردم گفتم دستت افتاده عقب. چرا دخترم؟ تا آخر هفته پرداختش میکنم. باش میام خرید میکنم. حسن آقا یه ماهی صبر کن، اون الان برگشت بخوره که برات پول نمیشه که. یه ماه صبر کن، همه رو با هم یه جا بهت میدم. دوی نصف شبه کجایی تو؟ خونه زندگی نداری تو نصف شب پا میشی میاری خونه؟ چشم خانم، من فردا زودتر میام. شرایط سخت شده، میدونم. همه چیز روز به روز گرون میشه، اونم میدونم. شرمنده خانوادت شدی، میدونم. اما تو مردی، چشم خانواده به توه، تکیهگاهشون تویی. اگه تو هم ببوری دیگه چیزی از این خانواده نمیمونه. ادامه بده. قول میدم یه روزی میرسه که همه قدر وجود تو بدونن.